بازی نوبتی دوره 8-1 نهایی جام جهانی فوتبال است که حالا در ازبکستان جریان دارد. 5 گانه اولی دسته ایران در بازی امروز بغیر محمد ایران سرمربی این دسته می باشد. خب 5 گانه اولی دسته مراکش عبدالکریم انبیو تحت رقم 1 دروازه‌بان را نگاه داشتند، نتوانستند و در لحظه های پایانی رقابت به دروازه خود گل سر دادند و زمانی کردم یک از بازی های مشکل برای ایران بود و علکه حساب شده می شود. بیننده عزیز و ببینید که چگونه یک حمله خیلی خوب از سوی بازیگران ایران محمد رضا سنگ سفیدی معذرت میپرسیم محمد حسین درخشانی حالا با یک بازیگزاری خیلی خوبی هم دسته هایش توپ را به درون دروازه روان میکند و حساب را باز مینماید. حالا از 4 گانه اولی دسته ایران هیچ کس عوض نشده است و شاید پس از چند ثانیه هم آنها حتما عوض میشوند. خیلی هنرنمای خوب درخشانی بازیگر رقم 5 محمد حسین درخشانی پس از مسافه خیلی هم دور از جانب مسلم آقا اولوغوباد خیلی با یک مهارتی بلند انجام داده شد. ببینید چگونه بازیگزاری خوبی بازیگران تیمی بازیگر رقم 11 مهدی کریمی و یک ضربه خیلی هم سخت انبیو. برای همین تیم ملی کشور هم خیلی پرقوت است و رقابت پذیری هم خیلی زیاد. حالا ادامه حمله دسته مراکش و یک وضعیت خوبی گلزنی برای آنها، اما ادامه حمله بازیگران تیم مراکش به توجه میکنه و حساب 1-1 و ببینید چگونه ضربه جوابی میزند خالد بوزید و حساب 1-1 میشود. بیننده عزیز از یک حمله جوابی بازیگران تیم مراکش توانستند توپ را به درون دروازه دسته ایران روان کنند. بغیر محمدی نتوانست حالا مبارزه برد در این گونه حالتی که بود برای او. اصلا ترکیب‌روی بسیار خوب بود. پس به کنار آنجا ضربه به کنج دروازه دسته ایران روان کرده شده از جانب بازیگر رقم 9 آتمن بومزو و حساب برابر کرده شد. جام جهانی فوتبال انتظاره. حالا ادامه حمله دسته ایران و ضربه مهدی کریمی، اما ببینید که در این لحظه آینده از جمله تیم‌های پرقوت آسیا اوید به فوتبال اعتراف می‌شود و چگونه حمله خوبی بازیگران مراکش حساب 2-1 از یک حمله که حالا غیر انتظار بود بازیگران مراکش توپ را به درون دروازه ایران روان می‌کنند و اینجا ضربه از جانب سفیان چراوی اجرا کرده شد جانب دروازه ایران و حساب 2-1 به فایده مراکشی ها می شود. ببینید چگونه حریفان را در حالت ناگوار می آورند بازیگران مراکش. توجه میکنیم و اینجا هفته گل است. بیننده عزیز علیرضا رافعی پور توپ محض با یک رسش به او وارد توری دروازه دسته ایران شد تیمی، ولی توپ را از دست می دهد بازیگر تیم مراکش. در روزبانی دسته ایران حالا ضربه را خوبتر انجام دادن، نتوانست ادامه حمله دسته مراکش ضربه و گل. حساب 3-1 از یک عکس الحمله بازیگران مراکش دروازه ایران را رخنه میکنند. بیننده عزیز و ببینید که چگونه ترکیب آرایی میکنند. اینقدر فرصت هایی که بازیگران ایران پیدا کردند توپ را به این طرف به اون طرف بردند، اما گپسری اون که مراکشی ها در یک حمله جواب گفتند و حساب را 3-1 نمودند. بار دیگر متوجه میشیم همه چیز از اشتباه بغیر محمدی در زبانی دسته آغاز شد. بغیر محمدی نتوانست در این وضعیت موفق انجام داده است مراکشی ها و باز یک وضعیت خطرناک دیگر و پرتابی خیلی بلند توپ از میدان بیرون نشده است و گل. این چی بازیگزاری بوده است توی مراکشی ها و ادریس رئیس الفنی. ببینید چیکار میکند برای تیم مراکش در دقیقه آخری نیمه اول رقابت و حساب را 4-1 می نماید. واقعا هم ببینید در نیمه اول الکی 4 مرتبه بازیگران مراکش
با دروازه چمپیون 13 کرته آسیا تیم ایران 4 دفعه موفق می شود که توپ رو ورید کنند و خیلی حمله خوب. توپ از میدان بیرون نشده است. توپ از میدان بیرون نشده است و بسیار خوب درخشید سفیان بوریته. دروازه‌بان دسته ایران باقر محمدی هم نتوانست حمله های با شمار باقی مانده است. ضربه خیلی هم سخت و دروازه‌بان مراکش هم بالا خطا. بیا توجه میکنیم ضربه از مسافه دور و مراکشی ها برطرف میکنند. طیبی هنرنمایی کرده است از مسلم اولوغوبو تحت رقم 8 و حساب 4-2. الکی در نفس‌های اولی نیمه دوم بازیگران ایران فرقیت 3 توپ را از بین میبرند. اونها انگیزه خیلی بلند دارند، خیلی امکانیت خوب و تنها باید امکانیت را جویا شوند بازیگران ایران. حالا حساب 4-3. بیننده عزیز 4-2 معذرت میپرسیم 2-4 اولوغوبو پاس میدهند و حسین طیبی توپ رو بعد در این دروازه روان میکند. خب بعدا بازیگران دیگر محمد حسین درخشانی در میدان است، واکنش هم نشان نمیدهند. ادامه حمله دسته مراکش وضعیت بسیار خفناک و چگونه آنها میتوانستند حالا ضربه نوبتی و آنقدر ضربه خوبتر اجرا نشده از جانب سالار آقاپور و حساب 4-3. خیلی زود در 1 دقیقه و 26 ثانیه بازیگران دسته ایران 2 دفعه دروازه مراکش را رخنه میکنند. بیننده عزیز خیلی تیز، خیلی بر وقت آنها توانستند به بازی برگردند. حساب 3-4. سالار آقاپور بعداً ضربه بسیار سختی مسلم اولوغوبو حساب تغییر می‌یابد. ضربه به کنج بالای دروازه دسته مراکش روان کرده شد و دروازه‌بان دسته مراکش با حیث بازیگری پنجم حالا در میدان است و امکانی خوب برای دروازه. حالا توپ بسیار خوبی بازیگری رقم 8 فرصت برای آنها ولی ضربه و وضعیت خوبی گلزنی برای مراکشی ها اما به نتیجه. باز هم یک حمله نوبتی دیگری آنها فرصت برای مراکشی ها و این خواهیم نخواهیم تاثیرش رو میرساند. ادامه حمله دسته ایران یک ضربه جانبی دروازه در نزد توپ بسیار امکانیتی خوب و ضربه جانبی دروازه شد اما به نتیجه. اکشن حمله تیم مراکش رو میبینیم از کنار میدان. بازیگری رقم 8 بسیار خفناک میکنن بازیگران تیم ایران. ضربه زده میشد ولی دروازه‌بان توپ رو داشت. یک ضربه او جانبی دروازه دسته ایران ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. تنها وقت رو کشال دهند و وقت به انجام رسد. بیننده عزیز ایران از ادامه مسابقه جام جهانی فوتزال به نصیب میماند. مراکش با حساب 4-3 ایران قدرتمند رو مغلوب میکند و اینجا وار رو اشاره میکند. دوبار اشاره میکند که بیا توجه میکنیم کارت سرخ نیست. بیننده عزیز کارت سرخ نیست اما ضربه جریمه‌ای. خب بیاد میبینیم ضربه زده میشود و مراکش در نهایت کار با دور 4-1 نهایی جام جهانی فوتزال رو خط میگیرد. ضربه سجاد با دور 4-1 نهایی مسابقه رو خط میگیرد. یک بازی خیلی خوب خاطرمان و ضربه ای که بازیگر رقم 3 ایران زد تو با پهلو